شکنجه آپولو. شکنجه آپولو این بود که روی یه تخت میشوندن، پا رو دراز رو اون تخت بود، اینو با کمربندی چیزی بود محکم میبستن که تکون نتونه بخوره، این دست رو با یه چیزی میبستن، این دست یه چیزی بود پرس بود که این همینطور فشار میداد، بعد یک کلابوغی میکردن تو سر آدم که آدم هر چقدر داد میزد در اثر ضربه شلاق که میخورد داد میزد، این گوش خود آدم رو کر میکرد. تو این چیزی که میزد ناخنای پای من به اصطلاح در اثر ضربات شلاق که میزد، این ضربه شلاق از نوک انگشت میزد تا پاشنه پا. این 2 تا ناخن انگشت وسط پای من هر 2 تاش افتاد.